سلام، من محسن بدرقه هستم. اینجا رویانوست. در خدمت جناب دکتر رحمتی هستم. آقای دکتر رحمتی سلام، خیلی خوش آمدید به رویانو. سلام عرض میکنم جناب آقای بدرقه عزیز. من هم خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و فرصت مغتنمیه. هم از شما هم از همکاران ارجمندتون سپاس وافر دارم. بزرگوارین، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. سلامت باشید، ممنونم. استاد، یکی از کتاب‌های ارزشمندی که این سالها دارین تلاش میکنید، زحمت میکشید، شاید این واژه درستی نباشه ولی واقعا آدم برای کتاب درآوردن تو این عرق میریزید، تفسیر معاصرانه قرآن کریمه. برنامه ما هم مخاطب ویژه‌اش نوجوانه. البته این برنامه برای تمام پارسی زبان هاست و ما داریم ضبط میکنیم و هدیه‌ای از طرف استاد بزرگی مثل شما به مردم ایران و تمام پارسی زبان های جهان. تفسیر معاصرانه قرآن کریم و نوجوان چه ارتباطی با هم دارن و نوجوان امروز چه دریافتی میتونه از تفسیر معاصرانه قرآن کریم داشته باشه؟ یا اگر دوست دارین اصلا بگین که چی شد که این کتاب رو به سمتش رفتیم و شروع کردیم به نگارش و ترجمه؟ خب دو مطلب است جناب بدرقه عزیز. یکی این که خب چه فایده‌ای برای جوان ما و نوجوان ما در این دوران داره و دیگر این که خب فرایند شکلگیری کتاب. ببینید، به نظرم میاد که به هر حال ما مسلمون ها کتاب اصلیمون، متن اصلیمون برای زندگی قرآن هستش. و کسی که در یک سرزمین اسلامی متولد میشه و اعتقاد داره، البته میتونه در سطوح مختلف با این اعتقادش مواجه بشه و حالا نوع مواجهش هم شدت و ضعف داشته باشه، ولی به هر حال مسلمان هستش و سند اسلامی ما، مسلمانی ما هم قرآنه. خب ما باید ارتباطی با این متن برقرار بکنیم، زبان این متن برای ما قابل فهم باشه، پاسخگوی سوال هامون باشه و حتی اگر هم شبهه‌ای داریم، ایرادی داریم یا نقدهایی وارد هست، از دیگران شنیدیم یا حتی خودمون نقدهایی داریم، به هر حال با این بتوانیم یک مواجهه علمی و عقلانی داشته باشیم و ببینیم که خب این سوالی که مطرحه آیا واقعا همونطوری که ما فکر میکنیم نقص، ضعف یا نه ممکنه که ما مطلب رو درست نفهمیده باشیم. مقدمه تمام اینها، یعنی اینکه ما بتوانیم با قرآن مواجه بشیم، این هست که یک متن قابل فهمی که به زبان ما، به زبان امروز نوشته شده باشه در اختیار داشته باشه. این وضعیت ما مسلمون هاست. حتی غیر مسلمون ها هم، یعنی ممکنه کسی مسلمان نباشه، پیرو ادیان دیگر باشه یا چه بسا حتی ناخدا باور باشه، برای او هم به هر حال قرآن هنوز اهمیت داره. یعنی متنی هست که زندگی میلیاردها انسان رو در طول تاریخ تحت تاثیر قرار داده و او باید بتواند که با این متن مواجه بشه و ببینه که چیه. یعنی حتی اگر به اصطلاح اصالت دینی، اصالت آسمانی اون رو هم قبول نداشته باشه. من با توجه به یک چنین نیازی به کار تفسیر معاصرانه قرآن پرداختم. خوشبختانه این دغدغه‌ای که حالا هم من و هر کس دیگری، هر محقق دیگری میتونه داشته باشه، دیدم که به نوعی کسانی قبلا بهش اهتمام کردن و با اثری مواجه شدم تحت عنوان The Study Quran. The Study Quran تفسیری، ترجمه و تفسیری است از قرآن که در آمریکا از طریق انتشارات هارپر وان
زیر نظر دکتر سید حسین نصر یا با دقیق تر بگم با سرویراستاری سید حسین نصر و با همکاری جمعی از اسلام پژوهان مسلمان غربی تألیف شده. با این متن مواجه شدم و جالبه که کمتر پیش میاد که در خود مغرب زمین کار این چنینی درباره قرآن شده باشه، چون معمولاً کسانی که در مغرب زمین به تحقیق و مطالعه و خلق آثار درباره قرآن میپردازن غالباً نگاهشون انتقادی هستش، یعنی به هر حال قرآن رو به عنوان یک متن بشری در نظر میگیرن. حالا خوشبینانش اینه، ممکنه که حالا حتی اهداف دیگری هم مثل اسلام هراسی و اینها هم داشته باشه، ولی خوشبینانه و اگر نگاه علمی داشته باشن به هر حال قرآن برای اونها متن آسمانی نیست. بنابراین با یک رویکرد انتقادی و تاریخی به قرآن میپردازن. خب جاهای از قرآن رو هم ممکنه محل سوال بدونن. به هر حال نمیشه گفت که مواجهه اونها با قرآن به عنوان یک متن هدایت هستش. اینجا یعنی این اثر میشه گفت که جزء معدود مواردی هست که خود غرب کاری رو درباره قرآن منتشر میکنه به مثابت یک متن برای هدایت. و خب اینجا انصاف باید داد که اعتبار دکتر نصر، شخصیت جهانی دکتر نصر و تأثیری که داشته و به نظرم مهمتر از اون اخلاصی که دکتر نصر در کارش داشته خیلی مهم هستش که به هر حال باعث شده که خود غرب به خاطر استفاده از اعتبار دکتر نصر یا اون ناشر به خاطر استفاده از اعتبار دکتر نصر بیاد و ازش بخواد که چنین کاری رو انجام بده و ایشون هم با نظر خودش کار رو پیش ببره، نه اینکه مطابق با نظر به اصطلاح کارفرما. قبل از این همون انتشارات The Study بایبل منتشر کرده، The Study تورات منتشر کرده و اینکه قرآن در کنار مثلا بایبل بیاد و تفسیر بشه به زبان انگلیسی و منتشر بشه، این خود اصلش خیلی کار مهمی. اما به نظرم حالا کاری که دکتر نصر و همکارانش کردن تمام دغدغه‌شون این بوده که قرآن به عنوان متنی قابل فهم برای انسان امروز ارائه بشه، چه در ترجمه و چه در تفسیر و چه حتی در توضیحات یا جستارهایی که به اون متن اضافه کرده بودن. این اصل متن اینجوریه که آیات به صورت ترتیبی ترجمه میشن و تمام آیات تفسیر میشن. در پایان هم جستارهایی به قلم اسلام پژوهان مختلف که میشه گفت یه جور تفسیر موضوعی هست در موضوعات مختلفی که ذیل قرآن قرار میگیرن، مثلا قرآن و هنر، قرآن و تصوف یا قرآن و فلسفه و کلام، قرآن و زبان عربی، قرآن و حقوق بشر، قرآن و جنگ و صلح یا قرآن و ادیان دیگر، اینها به این اثر اضافه شده و نوع نگاهش هم با تفاسیری که سنتاً بر قرآن نوشته شده چه در میان شیعیان و چه در میان سنی ها متفاوت هستش. به دلیل اینکه حالا اگر من بخوام بگم تفاوت چیه، غالباً نگاه‌هایی که رویکردهایی که ما در تفاسیر داشتیم رویکردهای الهیاتی هستش، رویکردهای کلامی هستش. یعنی ما قرآن رو به عنوان یک متن اعتقادی برای مسلمون ها و به گونه‌ای که گویی خواننده اونها فقط مسلمون ها هستن تألیف شده و کمتر به نسبت قرآن با ادیان دیگر، با کتاب‌های آسمانی دیگر پرداخته شده. ولی در اینجا این متن رو میشه گفت که از منظر وحدت متعالی ادیان تدوین شده و خیلی تأکید روی این هست که قرآن مصدق
تصدیق کننده، تایید کننده کتاب‌های انبیاء پیشین هستش و این باعث میشه که قرآن پیامی به اصطلاح جهان شمول داشته باشه. همونطور که برای مسلمان ها کتاب هدایت هست، برای پیروان ادیان دیگر هم کتاب هدایت باشه. به هر حال با یک مبانی خاصی، با یک نگاه خاصی این متن تفسیر شده، این متن به اصطلاح ارائه شده، تمهید شده و به لحاظ روش‌های پژوهشی هم خب سعی کردن که کار کاملاً به اصطلاح کار آکادمیک باشه، دانشگاهی باشه و تمام اون اصول تحقیق رو در اون رعایت کردن. خب من وقتی که با این متن مواجه شدم، کمابیش دستم اومد که اینها چه کار کردن و چه نگاهی، چه رویکردی پشت این اثر هستش. چون اگه بخوام حالا خلاصه بکنم، رویکردی که در پشت تدوین این اثر بود همون نگاهی بود که دکتر نصر تحت عنوان حکمت خالده داره. بر اساس حکمت خالده تدوین شده بود، هم درباره به لحاظ نسبت میان اسلام و ادیان دیگر و هم به لحاظ نسبت میان مذاهب مختلف اسلامی مثل شیعه و سنی و یا اینکه حتی فرق مختلفی که در تشیع هستن یا فرق مختلفی که در تسنن هستن. از این جهت هم خوب جالب بود، چون من از قدیم هم یک انسی با این نگاه داشتم و همونطور که مستحضر هستید خب برخی از متون اصلی این فلسفه سنتگرایانه یا این مکتب حکمت خالده رو ترجمه کرده بودم، تدریس کرده بودم و مقالاتی دربارشون داشتم. خب فکر می‌کردم که اون زمینی لازم برای این کار وجود داره. تا وقتی که وارد کار شدم و ترجمهش رو شروع کردم، خب هم بازخوردهایی که از مخاطبین می‌گرفتم و هم تجربه‌هایی که خودم داشتم، دیدم که این کتاب وقتی که در ایران منتشر میشه برای مخاطب فارسی زبان یک سوالات دیگری هست، یه توقعات دیگری هست که ممکنه تماماً در این اثر برآورده نشده باشه. بنابراین سعی کردم که به نوعی این اثر رو کامل ترش بکنم برای خواننده فارسی و حتی تصورم این هست که اگر خود دکتر نصر و همکارانش حالا فضا داشتن، شاید کاری شبیه این کاری که من انجام دادم رو روش انجام میدادم، ولی خب اونها هدفشون این بوده که این کار در یک جلد تنظیم بشه. یک جلد مفصل هستش، یعنی مثلا انگلیسیش چیزی حدود 2000 صفحه ریز هست، 2000 صفحه بزرگ با خط ریز، ولی خب میخواستن که در یک جلد تنظیم بشه. ولی من تو فارسی دیدم که خب چنین امکانی نداره که این رو بشه در یک جلد ترجمه کرد، به دلیل اینکه اساساً نوع نگارش در فارسی متفاوته. حجم صفحات فارسی بیشتر از صفحات انگلیسی از هم میشه، گاهی 1.5 تا 2 برابر میشه. ضمن اینکه در اون متن اصلی فقط ترجمه انگلیسی آیات آمده، متن عربی آیات نیامده و خواننده انگلیسی با یک متن تماماً به زبان انگلیسی و با اصطلاحات انگلیسی مواجه هست. خب اینا باعث شده بود که این رو در یک جلد جا بدن. و در زبان فارسی ما همچین شیوهی نداریم، یعنی مثلا کسی که قرآن رو تو زبان فارسی میخونه، تفسیر قرآن رو میخونه، هیچ وقت نمیره بر اساس ترجمه فارسی بخونه. خود متن آیات هم باید باشه، یعنی نمیشه بر اساس ترجمه تفسیر آیه رو دنبال کرد. خب من در زبان فارسی ناگزیر بودم که متن آیات رو بیارم که خب خود این بر حجم کتاب اضافه میکرد، یعنی متن آیات فقط اونجا نبود که در ابتدا میان، وقتی هم که دوباره در ضمن متن با آیات استناد داده میشه، خب آیات تکرار میشن. و یک قسمت دیگر این که خود احادیث هستش، احادیثی که
از پیامبر هست، روایاتی که از ائمه هست، یا حتی نقل‌های شاخصی که از صحابه هستش، اینها هم لطفی نداره که ما صرفاً ترجمه فارسیشونو بیاریم. یعنی چون نسبت زبان فارسی و عربی فرق میکنه با زبان انگلیسی و عربی، اونا سنخیتی ندارن، ولی خب خواننده زبان فارسی حتی اگه عربی هم مثلا زیاد ندونه، ولی کمابیش مثلا از عربی آیه یه حسی پیدا میکنه، یا از عربی حدیث یک حسی پیدا میکنه که فارسیش اون حس رو براش نداره. بنابراین حجم کتاب طبعاً بیشتر میشد و در یک جلد نمیشد این رو سامان بدی. که من برآورد اولیه‌ام این بود که مثلا این میتونه مثلا در 8 جلد سامان داده بشه به این شکلی که عرض کردم. ولی بعداً دیدم که خب وقتی که دیگه با یک جلد جا نمیشه و در چندین جلد قرار میگیره، پس سعی کنم که تا اونجا که ممکنه حق مطلب ادا بشه و ساختار متن به هم نخوره، به لحاظ روش پژوهشی اون روش ادامه پیدا بکنه، ولی نکاتی که میتواند به خواننده فارسی کمک بکنه و حتی اگه در زبان انگلیسی هم این بخواد مثلا فرض کنید در چندین جلد منتشر بشه، درج بشه، اونها بهش اضافه بشه. بنابراین این کتاب علاوه بر ترجمه متن تفسیری که نوشته شده، یک بخشی هم داره که خود من اضافه کردم. اون بخشی که من اضافه کردم که خب در بعضی جلدها مثل جلد اول و سوم مقدماتی است که بر این تفسیر نوشته شده و من سعی کردم که جایگاه این تفسیر، یعنی شبیه این مطالبی که اینجا عرض کردم، در اون مقدمه توضیح بده و فکر میکنم که توضیح داده بشه که فکر میکنم به خواننده خیلی میتونه کمک بکنه که با چه هدفی این تفسیر رو به دست بگیره. اما در مورد سوره ها خب نه اینکه تمامی آیات، یعنی خب خیلی آیات ممکن بود که نیازی، حالا حداقل من حرفی احساس میکردم حرف چشمگیر و تازه‌ای نمیشه زد، یا اینکه مثلا نکته‌ای که خود اونها گفتن گویا هستش، ولی آیاتی که این زمینه رو داشت و احساسم این بود که خواننده فارسی نیاز داره که این مطالب براش توضیح داده بشه، اونها رو اضافه کردم و به خصوص به برخی از منابع تفسیری که خود مؤلفین رجوع نکرده بودن یا اینکه کمتر رجوع کرده بودن، به اونها مراجعه بکنم. اما مراجعات من فقط محدود به متونی که به نام تفسیر نوشته شده نیست، بلکه ما خیلی از آثار داریم در زبان فارسی و عربی که اینها لزوماً با عنوان تفسیر شناخته نمی شوند. یعنی اصلا نویسندگان اونها با هدف تفسیر ننوشتن، یا اینجوری نبوده که بیان آیات قرآن رو یک به یک تفسیر بکنن به شیوهی که معروف هستش. ولی وقتی که اونها رو دقیق تر میخونیم میبینیم که اینها در مقام تفسیر قرآن، یا به تعبیر دقیق تر در مقام تأویل قرآن هستند. به عنوان مثال برخی از نوشته های خود ابن سینا، نوشته های سهروردی این حالت رو دارن و فیلسوفان دیگر، یا مثلا فرض کنید حاج ملا هادی سبزواری. خب اینها در مقام دیگری بحث کردن، ولی محل رجوعشون به آیات هستش، به قرآن هستش. یا متون ادبی ما مثل آثار سعدی، گلستان و بوستان، یا منطق الطیر عطار، یا مهمتر از همه حافظ، دیوان حافظ و مثنوی معنوی و حتی دیوان شمس. خب اینها در سنت ما اساساً مثل مثنوی رو گفتن که قرآن پارسی است، قرآن است به زبان فارسی، قرآن است به زبان پهلوی، یا خود حافظ رو هم همین عنوان رو بهش دادن و این عناوین بی دلیل نیست. اینها صرفاً مثلا تعارف نبوده، واقعاً اینها در مقام
تفسیر و تعویل قرآن بودن. یا مثلا متنی مثل نهج البلاغه. خب خیلی از جاهای نهج البلاغه امام علی یا همچنین مثلا اصول کافی یا توحید صدوق، اینها متونی هستند که به خصوص در سنت شیعی ما خب همشون به یک معنا میشه گفت که وحیان یا الهام هستند دیگه. اینا الهامی هستند که در واقع ائمه سخنانشون در مقام تعویل قرآن و اون هم با الهام از خود خداوند بیان شده. به هر حال اینها یک منابعی بود که من سعی کردم که اون بخش تألیفی رو بر این اساس سامان بدم و یک قسمتش هم که خب سوالاتی بود که برای انسان امروز مطرح شبهاتی است که ذیل آیات مطرح میشه که خب مثلا من از دانش‌هایی مثل فلسفه دین یا فلسفه اخلاق کمک گرفتم و بدون اینکه حالا خیلی مثلا این کتاب، این تفسیر لزوماً تفسیر فلسفی باشه یا مثلا فلسفه مدرن حتما در اونجا مثلا بحثاش مطرح بشه، صرف نظر از اینها، ولی به هر حال یک مطالب عقلانی هست که برای بشر در هر دوره مطرح بوده و در دوره ما پررنگتر هستش. مثلا بحثایی مثل خود اخلاق محیط زیست که خب هم در متن اصلی که نوشته شده و هم در اون اضافاتی که من دارم، به هر حال خود قرآن یک متنی هست که میتواند راهنمای ما باشه برای مواجهه با محیط زیست. یعنی در واقع قرآن فقط این نیست که رفتار ما انسانها رو با همدیگر بخواد تنظیم بکنه، یا به رفتار ما با خدا رو میخواد تنظیم کنه، بلکه رفتار ما با طبیعت رو، با محیط زیست رو، با موجودات دیگر رو، با حیوانات رو و نباتات رو میخواد تنظیم بکنه. خب در اینجا این گونه بحث ها در این تفسیر آمده و همه اینها سعی شده که با یک زبان فارسی قابل فهم باشه. یعنی حتی مثلا در این تفسیر خب خیلی جاها من مجبور بودم که یک بحثی راجع به مثلا صرف و نحو عربی بکنم، یک نکته نحوی هست، یک نکته صرفی هست بیان بشه یا عبارتی عربی بیاد، ولی همه اینها به گونه‌ای طرح شدن که کسی که میخونه نیازی نداشته باشه که حتما اون دانش عربی رو بدونه، اما اگر عربی میدونه و اون نکات براش مثلا موضوعیت داره، دوباره بتونه خودش بر اساس متن عربی، صرف عربی، نحو عربی مطلب رو بخونه. بنابراین متن تفسیر در این که فکر میکنم که کمتر یا اصلا هیچ جایی نه من نه خود نویسندگان دنبال این نبودیم که مثلا متن بحث پیش پا افتاده‌ای، بحثی که مثلا برای افراد تازگی نداشته باشه، توضیح واضحات هستش و اینها بیان بشه، و همش سعی شده که نکاتی با مراجعه به متون دست اول بیان بشه، تنظیم بشه، یا احیانا نکاتی هم که به ذهن خود ما میرسیده اونجا اضافه بشه. اما همه اینها، یعنی این بحث‌های تخصصی، به گونه‌ای هست که به نظرم یعنی جوانان علاقه‌مند ما به راحتی میتونن با تفسیر ارتباط برقرار بکنن. ضمن این که خب شما میدونید که ما این مشکل رو با تفاسیر داریم، یا ممکنه که خیلی دم دستی و گاهی مثلا توضیح واضحات باشه، چیزایی که در مقام تفسیر قرآن میگیم، یا اگه مثلا تفاسیر فنی هستش، بحث‌های تخصصی میشه دیگه، یه بحث کاملا تخصصی و حرفه‌ایه که خوانندگان کمتر میتونن اون رو دنبال بکنن. حتی اگه به فارسی هم نوشته شده باشه، خب اونقدر این فارسی ها عربی زده هستش و آمیخته با عبارات عربی هستش که خواننده عادی نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه. اینجا
ما سعیمون بر این بوده که یعنی من از خود نویسندگان آموختم و دیدم که اینها چقدر به خوبی مطالب دشوار رو ساده کردن. مطالب دشوار عربی یا حتی فارسی رو از متون دست اول گرفتن، ساده کردن، خلاصه کردن به گونه‌ای که یک خواننده انگلیسی زبان بتونه بفهمه. خیلی مهمه. حالا چون خواننده انگلیسی زبان که قرآن نمیدونه، مسیحی، یهودی، مثلا مربوط به سنت دیگه، ولی خیلی سعی کردن که این زبان به گونه‌ای باشه که برای اونها قابل فهم باشه، نیاز به کمترین مقدمات داشته باشه. اون قسمتی هم که من اضافه کردم همین سعی شد، همین تلاش رو کردم که در عین حالی که مطالب جدی و عمیقی که در ذیل آیات گفته شده اینها بیان بشه، اما قابل فهم باشه و ضمن این که تا اونجا که میشد از منابع میشه گفت که بی پایان ادبیات فارسی، از نوشته های خوب، چه نوشته های نثر و چه نظم ها، نوشته های منظوم، آثار منثور که میتواند هم کمک بکنه خواننده رو و هم شوقی در خواننده برانگیزه و لذتی رو برای او حاصل بکنه. من تا اونجایی که میشده که عرض میکنم که سبک کتاب، نظم کتاب به هم نخوره، اینها رو استفاده کردم و شاید یک الگوی خوبی که من برای این کار داشتم و امیدوارم که به اون الگو لااقل وفادار مونده باشم یا نزدیک شده باشم، خود تفسیر کشف الاسرار میبودی است که خب تفسیر کشف الاسرار به نظرم یه شاهکار میبودی این تفسیر رو بر قرآن نوشته و مزجی هم هستش، یعنی عربی و فارسیه که هر بخشی از آیات رو هم که شروع میکنه 3 مرحله داره دیگه، همونطور که میدونید. مرحله اول هست که مرحله اول آیات رو ترجمه میکنه به زبان فارسی با فارسی خیلی زیبا که حتی امروز هم ما وقتی که میخونیم به راحتی باش ارتباط برقرار میکنیم. و مرحله دوم هست که به تفسیر بیشتر تفسیر تاریخی و یا به تعبیری میشه گفت که تفسیر ظاهری آیات میپردازه و شبیه به تفاسیر معمول هستش و اینجا هم عمدتاً به زبان عربی. بعد دوباره مرحله سوم اضافه میکنه که اون مرحله سومش پیام آیات رو و به تعبیری میشه گفت تفسیر انفسی آیات رو یا تأویل آیات رو ارائه میکنه و این بخش سومش غالباً به زبان فارسیه، به زبان فارسی بسیار دلانگیز و زیبا و اثرگذاری نوشته شده و خب خیلی هم در اونجا تحت تأثیر استادش خواجه عبدالله انصاری هستش که حتی این تفسیر گاهی اصلا به نام خواجه عبدالله معروف است، ولی خب به وفور از ایشون نقل میکنه، گاهی مثلا تحت عنوان پیر طریقت، ولی خب از دیگران هم نقل میکنه، ابیاتی از ادبیات فارسی نقل میکنه. خب من خیلی یعنی فکر میکنم که یک چنین الگویی میتونه برای ما بسیار آموزنده باشه. یا مثلا بعضی متون بازم خیلی درخشان ما در زبان فارسی داریم که اونا حالا ممکنه تفسیر نباشن ولی کاملا با نگاه تفسیری تنظیم شدن که مثلا متنی مثل روح الارواح نوشته سمعانی که روح الارواح در واقع فی شرح الاسماء الملک الفتاح، در شرح اسماء خداوند هستش، اسمایی که در قرآن آمده. اصلا کل اون اثر، یعنی اون کتاب که بسیار خوندنی، بسیار زیباست و تازه خود اون هم تصورم اینه که یکی از منابع میبودی بوده
در نوشتن مرحله سوم تفسیرش، اونجا گویی که تفسیری است بر آیه پایانی سوره حشر که اسامی خداوند رو بر می شمارد و در پایان اشاره میکنه که خداوند دارای اسماء حسنا هستش و این به ترتیب همون آیه شروع میکنه اون اسما رو یک به یک تفسیر میکنه، معرفی میکنه و بعد از اون ادامه میده اسماء حسنا رو دوباره به شرحی که در آیات دیگر آمده. بسیار کتاب دلانگیزی است. مثلا اینجور متون به نظرم می اومد که ما الان وقتی که تفسیری بر قرآن می نویسیم باید این تفسیر، چرا مثلا اونها قرنها پیش نوشتن ولی همچنان برای ما خوندنی است، ولی ممکنه ما امروز بنویسیم و اون جذابیت رو نداشته باشه. خیلی من از متن‌های این چنینی یا مثلا متن‌های عین خود عین القضات، مثلا تمهیدات عین القضات، یا عرض کردم که از اینها خیلی آموختم، هم نکات بسیار عمیقی که اینها بیان کردن و هم شیوه بیانشون. بنابراین یه نکته آخر که اینجا عرض بکنم، شما فرمودید که یعنی برگردم به همون سوال اول که جوانهای ما، ببینید من به نظرم جوانهای ما بیشتر از اون که به دنبال سادگی در نوشته ها باشن، به دنبال روانی در نوشته ها باشن، به دنبال جذابیت در اونها هستن که چقدر این نوشته میتواند برای ما جذاب باشه. و فکر میکنم که ما وقتی که به سنت فلسفی، عرفانی و ادبی خودمون مراجعه کنیم، میبینیم که اون بزرگان اصلا به لحاظ مخاطب شناسی فوق‌العاده‌اند. یعنی در مطالبی که نوشتن برای سطوح مختلف هستش و این مطالب اینقدر زیبا و اثرگذار هستش که خب حتی کسی هم که ممکنه مطلب براش قابل فهم نباشه اون رو پیگیر میشه، دنبال میکنه تا اینکه بفهمه که چی میخواد بگه. کما اینکه مثلا خب شعر حافظ آسون نیست، ولی خب آدم میره وقت صرف میکنه و تلاش میکنه که بفهم. به نظرم میاد که نوشته های دینی ما، نوشته مثل تفسیر قرآن، باید این ویژگی رو داشته باشه. من نمیخوام بگم که این اثر، حالا من ادعا نمی کنم، باید دوستان دیگر نظر بدن، ولی حداقل این توجه رو داشتم و توجه به مخاطب رو داشتم، چه در ترجمه اون متن و حتی چون فکر میکردم که ممکنه برای خود اون متن به تنهایی اینقدر جذابیت رو نداشته باشه برای خواننده و اینقدر پاسخگوی نیازهاش نباشه، یک کار این چنینی هم دوباره به متن اضافه کردم و روی متن انجام دادم. خیلی ممنونم استاد. نوجوان امروز وقتی داریم در موردش صحبت میکنیم، نوجوانیه که تحت تاثیر یه سری پلتفرم ها عادت کرده به لذت‌های زودگذر و سریع و شتاب زده. مثلا شما حتی در مورد معنا وقتی دنبال یک پدیده‌ای میگرده یا یک دستاویزی میگرده یا دنبال معوا میگرده، کافیه به یکی از صفحات رجوع کنه و تو 1 دقیقه اون یه جمله قصار بگه و اون شبه معوا رو برای نوجوان ایجاد کنه. یکی از بحثایی که اینجا پیش میاد این که اولی که سنت غرب و شرق در چه چیز متفاوتن که نوجوان امروز تمایل پیدا نمیکنه بیاد با کتاب‌های ما آشنا بشه. من اون دسته از نوجوان‌هایی که الان دارن کتابا رو میخونن کار ندارم. به صورت کلی وقتی داره صحبت میشه در مجامع عمومی، یعنی آقا فلسفه اسلام جواب نداره. دارم خیلی عامیانه سوال میپرسم تا به اون فحوای کلامم نزدیک شم. میگن آقا فلسفه اسلام الان زیاد، بریم فلسفه غرب. این مبدأ اینا چقدر متفاوته. و مطلب دیگه‌ای که در فرمایشات شما هم پیدا کردم جناب دکتر، شما اعتقاد دارین که ما زبان رو گم کردیم.
یعنی زبان نسل رو گم کردیم. معنا همون معناست. حافظ به زبان نسل صحبت میکرده، مولوی به زبان نسل، و زبان نوجوان امروز رو ما گم کردیم که نمیتونیم این درون مایه، این ذخیره ارزی رو استخراج کنیم، بدل به محصولی کنیم که استفاده کنه. و این تو فضای مجازی یا تو زیست مجازی یا تو همین زندگی‌های امروز اتفاقا دنبال اون حقیقت است. فقط انگار ما زبان رو از دست دادیم و این ما اتفاقا داریم از حقیقت دورش میکنیم. اینو چطور میبینید شما؟ ببینید خدمتتون عرض کنم که واقعا این که میفرمایید زبان، حالا همه فکر میکنن که ما اگر مثلا به زبانی حرف بزنیم که این نسل بفهمه، یعنی فکر میکنن مثلا همین ظاهر زبان هستش، ولی نه، این زبان که میگیم یک باطنی داره، یک روایتی داره. ما وقتی که با این نسل، با جوانها مواجه میشیم، من حالا تجربه خودم هم که دارم در مواجهه با جوانها، وقتی که بحث میکنم میبینم که خب جوانهای ما چه بخوایم چه نخوایم، خوشمون بیاد یا نیاد، اینها مدرن هستن. یعنی اینها انسان مدرنن، پرسشگر، مطالبه‌گر و اصلا ذهنشون، یعنی به تعبیری میشه گفت که اون فلسفه های مدرن، این چیزی که میگیم فلسفه مدرن از زمان مثلا دکارت به این سو کاملا در ذهن اینا رسوب کرد. اینا لزوما فلسفه نخوندن، اما وقتی که فکر میکنن، بحث میکنن، با همون مقدمات خانش مدرن دارن، چون بالاخره فلسفه نخوندن، رمان که خوندن، فیلم که دیدن، با انواع و اقسام رسانه ها طرف هستن، حتی درسی که در دانشگاه میخونن، رشته‌های مختلفی که دارن میخونن، خب اینها همه زبانشون زبان فلسفه مدرن هستش. و جالبه براتون که من وقتی که با نسل جوان صحبت میکنم، سوالاتی که میکنن، بحثایی که میکنن، مثلا وقتی که بحث فلسفه، بحث دین میشه یا بحث اخلاق میشه، بعد میبینم که مثلا من به عنوان دانشجوی فلسفه، نسل ما باید چقدر تلاش میکردیم که بفهمیم فلان فیلسوف اخلاق غرب چی میخواد بگه یا فلان فیلسوف دین غرب چی میخواد بگه. چرا؟ چون جهان ما جهان مدرن نبود، جهان سنت بود. ولی وقتی که وارد بحث با اینا میشی، در یک گفتگوی ساده نیاز میشه که به چند تا مبحث فلسفه دین یا فلسفه اخلاق من بخوام رجوع بکنم تا بتونم با اینا حرف بزنم. و بعد میبینم عجب، اون نقدی، اون سوالی که یه فیلسوف دین مطرح کرده بود و چقدر من زحمت میکشیدم، من که میگم من نوعی، یعنی هم نسل‌های من، که این تازه چی میخواد بگه، این بدون اینکه اون فیلسوف خونده باشه خودش اون سوال رو داره باز تولید میکنه. بنابراین ما وقتی که سنت خودمون رو داریم طرح میکنیم برای اونها، اولا باید این توجه رو داشته باشیم که مخاطب ما درسته که در ایران زندگی میکنه، ولی فرق چندانی با اون کسی که تو آمریکا هستش، توی اروپا هست نداره، چون فقط محیط زندگی که نیست، محیط فکره، اون چیزیست که باش پرورش داده شده. خب به هر حال اون چیز، فیلمی که در غرب ساخته میشه در اروپا، اینجا هم داره میبینی، کتابی که اونجا نوشته میشه در اینجا خونده میشه، در اینجا ترجمه میشه، فرقی نمیکنه. این از لحاظ اندیشه تفاوت چندانی ندارن. البته اون وقت مثلا جوانهای ما خب یه زمینه بالاخره سنتی و تاریخی خودمون رو هم دارن، منتها این سنت خود ما باید به یک معنا، نمیخوام بگم که این رو تقلیلش بدیم به فلسفه مدرن و بیایم هماهنگش کنیم با فلسفه مدرن، ولی باید با آگاهی به دنیای مدرن ما این مفاهیم رو برای جوانها طرح بکنیم. یعنی مثلا ما یه بحث تفسیری میکنیم راجع به اعتقادات دینی، مثلا راجع به توحید، راجع به معاد. اینو نمیشه فارغ از سوالهایی که فلسفه امروز درباره اینها مطرح کرده با اون جوان طرح کرد. او به هر حال حداقلش اینه که فیلم‌هایی دیده که مثلا در اون فیلم‌ها اتئیسم، مثلا الحاد تبلیغ شده، در اون فیلم‌ها نیهیلیسم
پوچگرایی تبلیغ شده و حالا شما مثلا از طریق قرآن یا روایات یا حتی فلسفه اسلامی میخواید صحبت از معناداری زندگی بکنید. خب شما تا اون زمینه رو ندونید اصلا نمیتونید با کی دارید حرف میزنید، اصلا مخاطبتون رو نمیشناسید و بنابراین نمیتوانیم از اصطلاحات لازم، از مفاهیم لازم، از ابزارهای لازم هم برای ارتباط با او بهره بگیریم. خیلی ممنونم استاد.